سلام دوستان، اسم من تکسو و خب خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو دومین ویدیو کانال ما هست به جز ویدیو معرفی. به علت مشکلاتی ما نتونستیم ویدیو تراریا رو آماده کنیم که من خیلی معذرت خواهی میکنم، خیلی معذرت میخوام و سعی میکنیم هفته دیگه حتما آمادهش کنیم بذاریمش، چون خیلی قرار خفن و جذاب باشه. خب برسیم به موضوع اصلی این ویدیو. این ویدیو در مورد همونطور که از تامنیل فهمیدین در مورد 4 تا از بهترین ریسورس پک هایی که میتونین توی بدراک پیدا کنین، مخصوص نسخه هایی که من دیدم مال نسخه های مختلفیه. البته این نسخه که ما داریم تست میکنیم یک 2080 که این نسخه رو میذارم توی کانال و کلن همه ادانا روی این کار میکنه، همه ریسورس پک ها روی این کار میکنه. اگرم آموزش چیزی خواستین بازم توی کامنت ها بنویسین حتما و چیز دیگه ای نمیمونه. بریم سراغ ویدیو. خب اولین ریسورس پکی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش Durability Viewer. اگه جاشو اشتباه گفتم یا کم گفتم شما به بزرگیتون بازم مثل قسمت قبلی ببخشید. این ریسورس پک چجوری کار میکنه؟ اینجوریه که شما هر وسیله ای که بار جون داشته باشه، حالا این آیتم هایی که پشت من بهش میرسیم باشون کار، هر آیتمی مثلا همین مثلا شمشیری، بیلی، چوبی، آهنی، طلایی، سنگی، ندرایتی، همه اینا یه جونی دارن توی ماینکرافت و ما خیلی زخم میشیم تا بفهمیم آقا اینا جونشون چقدره، اینا چقدر مونده از جونشون و این که ما چقدر دیگه میتونیم از این استفاده کنیم تا به اون حدی که یه ضربه میخواد، میگن این دیگه یه ضربه بخوره با این یه دونه دیگه اینو بکنم میشکنه و کلی هدر میره وسایلمون یا هر چیزی که فکر. خب این ادان همون جور که گفتم دیورابیلیتی، من زبونم میگیره میگم بار جون یا مثلا جونم نمیشه گفت، حالا به همون دیورابیلیتی من میگم دیورابیلیتی هر وسیله ای که اون بار سبز و یا هر چیزی که بهش میگین داشته باشه رو بهتون میگه. حالا به 2 روش که من اولین روشش رو روی تصویر میذارم میاد الان و دومین روشش هم بعد اون میاد که اینجوری. حالا مثلا من خودم بخوام برم تستش کنم میریم توی شخص اول. خب حالا مثلا من این شمشیر رو برمیدارم، اون پایین دست راست پایین میتونی ببینین که اون مقدار اچ پی شو اونجا میزنه 59 از 59. حالا مثلا من اینو ما بین نزدیکی ها نیست من اینا هست. من اگه مثلا با این دمیج بدم میبینین که اون پایین چی کم میشه از اچ پیش و اگه همون لحظه که دیدین من وقتی اونو با پریدن نه وقتی با شمشیر یه چیزی رو میکنین اچ پی 2 تایی ازش کم میشه. چیز جدیدم یاد گرفتیم. مثلا من استفادهش کردم و شد 51 از 59. اگه جور دیگه هم بخواید نگاه کنیم میتونین اینطوری نگاه کنین، میزنین روش و میگه که 51 کی جون هنوز داره از 59 تا همون دیورابیلیتی. زبون من میگیره نمیتونم خوب بگم. مثال دیگه بخوام براتون بزنم، مثلا همین بیل، من با این بیل میکنم میبینین که جونش کم میشه. حالا با این انقدر میکنم تا به حد 0 برسه.
خب بعد یک کندکاری کوتاه برگشتم. مثلا نگاه کنین الان این وودن شاور فقط یک دونه جون داره. من این کار کردم برای اینکه اطمینان حاصل کنین که این مقدار جونی که بهتون نشون میده واقعیت داره. یا مثلا فیشینگ راد اینطوری نیست که شما بندازین تو آب بکشین بالا جونش کم بشه. اینجوریه که وقتی شما یه دونه ماهی میگیرین یه دونه جونش کم میشه. خب دوستان یه مشکلی پیش اومد. من یه لحظه رفتم و این بلا بعدش سرم اومد. خب فکر نکنم چیز خاص دیگه بمونه. این چیزایی که من اینجا گذاشتم همشون دیرابیلیتی خاص خودشونو دارن. یعنی مثلا اینا اینطوری نشون دادن، مثلا عکس چوبی اینطوری 59 تا دیرابیلیتی داره که دو روشش هم گذاشتم. الان بریم سراغ ریسورس پک بعدی. خب دوستان رفتیم سراغ ادان ببخشید ریسورس پک بعدی. توی این ریسورس پک ما یکی از مشکلاتی که بدراک داره رو حل میکنیم. بله همون گوشه سمت راست پایین میتونیم ببینین. حالا این چیه؟ این ریسورس پک به ما نقاط دقیق چانکا رو نشون میده. ببینین مثلا من الان تو این چانکم اگه این ور نگاه کنم میشه این ور. من میام عقب البته با برم جلو نمیدونم چرا میام. اینجا میشه لبه اون دوتا چانک. حالا خیلی هم میگن که خب اصلا این مشکل خاصی نیست، اصلا برای ما مهم نیست این که توی چه چانکی هستیم توی چه جای هستیم. خب بهتر شد. ببینین خیلی وقتا شما نیاز دارین که توی مپتون یک فارمی بسازین، ولی این ساختن این فارم نیاز به ویدیوی آموزشی داره چون خودتون تنهایی سخته. و بعضی وقتا توی ویدیوها میبینین که میگه که مثلا توی چانکی که مثلا این چانک اسلایم شما اینجا رو خالی کنین و کلشو بپوشونین، دیوار بکشین، فلان کنین، بیسار کنین تا این فارم اسلایمتون خوب بشه. ولی ما توی بدراک نمیتونیم چانکا رو دقیق ببینیم و خب این خیلی مشکل بزرگیه. یا مثلا توی کلی از ساختن چیزای دیگه یا خیلی چیزای دیگه که خیلی زیادن و اشاره کردم بهشون خیلی طول میکشه. منم دوست ندارم ویدیو مثل دفعه قبلی طولانی بشه و حوصله شما سر بره. بریم سراغ ریسورس پک بعدی. خب اومدیم با معرفی ریسورس پک بعدی. این ریسورس پک شاید خیلی کاربرد داشته باشه برای کسایی که پوشن ساختن و هنوز خیلی خوب بلد نیستن و حرفه‌ای نشده. و خب توضیح خاص دیگه لازم نیست. بریم سراغ خود ریسورس پک. خب اومدیم. مثلا من الان نیاز دارم به یه پوشن اینویزیبیلیتی ولی هنوز بلد نیستم چجوری باید بسازمش. خب میرم که اینجا ببینم چجوری قرار یاد بگیرم. باز میکنیم برو این استندو و میبینیم یه اینونتوری داریم اینجا و جای اصلی قضیه آموزش ساخت تمام پوشن ها. خب من الان یه پوشن نامری کننده میخوام. چیا نیاز دارم براش؟ اول یه واتر باتل نیاز دارم. تو اینجا داریمش، برش میذارمش اینجا. خب دیگه چی نیاز دارم برای پوشن اینویزیبیلیتی که اینجاست؟ من به یه دونه آکوارد پوشن نیاز دارم که نیاز داره به همون آب. من یه دونه ندروارد اضافه کنم. باز میکنیم اینجا رو، ندروارد رو برمیداریم و میذاریم اینجا. و میبینیم که داره
به پوشن اضافه میشه، صبر میکنیم. و خب حالا تبدیل شد به یه آکوارد پوشن که من اینو اینجا دور میذارم. بعد این که ما اینو تبدیل کردیم به آکوارد پوشن، خب ما نیاز داریم به پوشن اینویزیبیلیتی. خب میاد اینجا میگه آکوارد پوشن، ما باید یه دونه گلدن کروت اضافه کنیم. چست رو باز میکنیم، یه دونه گلدن کروت برمیداریم میندازیم اینجا، بازم صبر میکنیم. و خب تبدیل شد به پوشن نایت ویژن. حالا بعد اینکه تبدیل شد به پوشن نایت ویژن، من نیاز دارم یه دونه فرمنتد اسپایدر آی اضافه کنم بهش. داریم اینجا، برش میداریم میزنیم و بازم صبر میکنیم. لیتس گو. پوشن اینویزیبیلیتیمون آماده است، ولی ما برای اینکه یکم زمانش رو بیشتر کنیم و قوی ترش کنیم، میتونیم اونو یه ردستون داستم بهش بزنیم. ردستون داست رو برمی میداریم توش و صبر. پوشن اینویزیبیلیتیمون آماده است، برش میداریم و برای اینکه دیگه منو نبینن یا میخوریم و دیگه اینا منو نمیبینن. هی منو قرار ما این نبود. این ریسورس پکم همین بود توضیحش. حالا البته بهتر اینطوری بگم که این بود از این ریسورس پک. این سومین ریسورس پکی بود که من معرفی کردم و اینکه اسمشون نگفتم یادم رفت. اسمشو میگم الان. اسم این ریسورس پک بروینگ گاید یو آی هست که اسمشو میذارم اینجا. ببخشید اگه اشتباه میگم. حالا که من دارم فکر میکنم فهمیدم که اسم ریسورس پک قبلی هم نگفتم. اسمشو اینجا میگم، درسته نباید اینجا بگم، من ازتون معذرت میخوام، ولی میگم اسمشو اینجا. اسمش اگه اشتباه نکنم چانک ویزولیزر اسمش اینجا میاد. من تلفظ من خوب نیست و معذرت میخوام بازم. و خب بریم سراغ ریسورس پک بعدی. خب دوستان، اومدیم برای معرفی آخرین ریسورس پک و خلاصه این ریسورس پک هم میتونه تا حدی مشکلات شما رفع کنه و خیلی کاربردی میتونه باشه. اسمش وقتی مثلا توی همه ریسورس پک هر وقتی که من اسمشو میگم اسمش هم روی تصویر میاد. اسم این ریسورس پک Day and Entity Counter هست که فکر کنم از اسمش فهمیده باشید. توی بازی من میخوام بگم که مثلا من میخوام 100 روز زنده بمونم توی مثلا فلان محیط، فلان جا، توی یه مثلا جای خشک، جای آب، فقط توی آب فلان، اینا 1001 ادان و چیزای غیر دیگه هست که مثلا میخوای میگی 100 روز موندن توی اینجا، مثلا 1000 روز، 50 روز. حالا این ادان چیکار میکنه؟ این ریسورس پک چیکار میکنه؟ خب همینطور که میبینین بالا سمت چپ یه نوشته از دی 2.0. حالا این ادان فکر کنم فهمیده باشه. این ادان به شما تعداد روزهایی که توی مپتون میمونید و اونجا مینویسه. من مثلا 0 روز اینجا همین الان کریتش کردم، عادیه که 0 باشه و وقتی که مثلا بخوابم روز شه، مثلا به روز بعدی بره میشه مثلا 1 روز، میره بعدی میشه 2 روز و اینطوری قشنگ میبینید تعداد روزهایی که مثلا توی مپتون هستید و میتونین قشنگ اونجا ببینین، اش کنین. این بود از این آخرین ادان و این بود از این قسمت 4 تا از بهترین ریسورس پک هایی که میتونین داشته باشین و اینا خود ببینین
ریسورس پک های واقعا خوبی بودن. منم خودم ازشون هر وقت که بخوام پلی بدم 100% به احتمالیات استفاده میکنم. و خب اگه میخواین این ریسورس پک ها رو دانلود کنین و گیم بزنین و عشق کنین توش، همه اینا توی کانال روبیکامون فایلش گذاشته میشه. اگه دوست داشتین برین از اونجا دانلودش کنین و طبق آموزشی که آخر این ویدیو داده میشه میتونین وارد ماینکرافتشون کنین، وارد مپتون کنین و برین بازی کنین، عشق کنین و کلی صفا و معرفه. من همه توضیحاتی که باید دادم، تمام توضیحات داده شد، حرف خاص دیگه ای نمیمونه. و خب مرسی که این ویدیو تماشا کردین. امیدوارم هر کی که مثلا تا آخر ویدیو ببینه خب احتمالاً لذت برده تماشای این ویدیو. امیدوارم منو بابت صدام یعنی کیفیت صدا، کیفیت ویدیو و محتوایی که توش گذاشته میشه اگه ضعیف باشه ببخشید. اول کاریم، انتظار داریم، تمام تلاشمون رو میکنیم. اگه خدا بخواد ما به هدفی که داریم میرسیم، بهترین محتوا رو برای شما تولید میکنیم. و خب تا ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه، خدا نگهدار. سلام دوستان، اومدم آموزش ریختن ادان، ریسورس پک، مپ، هر گونه چیزی که میخوایم برای ماینکرافتتون بریزین. اولین کاری که میکنیم، شما باید بیان تو کانال روبیکامون. لینک کانال روبیکامونو من زیر همه ویدیوهایی که میذارم هست، میتونین برید از اونجا کلیک کنین روش بدون فیلتر شکن. البته اولش فکر کنم با فیلتر شکن داشته باشین، بعدش فیلتر شکنتون رو قطع. و بعد اینکه زدین روش و اومدین توی کانالمون پیوستین، اون مادی که هشتگش یا ریسورس پکی که هشتگش اینجا موجوده رو سرچ میکنین، اونی که دنبالشینو، بعد میاین دانلودش میکنین فایلش رو. و بعد اون شما فقط کافیه بزنین روی فایل. ماینکرافتتون رو باید دانلود داشته باشین. ماینکرافتتون رو انتخاب میکنین تا اینکه تا ماینکرافتتون لود میکنین. من یه چیزی بگم، ما چون اول راهیم خیلی نیاز داریم به حمایتتون. ماینکرافتمون خیلی نیاز دارم به حمایتتون. لطفا خواهش میکنم کانال ما رو ساب کنین، ویدیوها رو لایک کنین و کامنت بذارین، هر نظری دارین بگین. حالا برسیم به بخش ریختن. این ادان رو چون من قبلا اضافه کرده بودم من گفت فیل، من میرم سراغ یه ادان دیگه که شما هیچ شکی تو کار نباشه، هیچ مشکلی تو کار نباشه. خب الان داره وارد ماینکرافتم میشه، با موفقیت اومد. میزنیم دکمه پلی، کریت نیو ورد میزنیم. ادانی که اضافه کردیم و هم بیهیور پکش رو اکتیو میکنیم، هم ریسورس پکش رو که خودش اد میشه. اینا رو دکمه رو که باید بزنین تو. بازم همین موقع این بازم میگم لطفا از کانالمون حمایت کنیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنیم. دیگه فکر نکنم لازم باشه من تست خاص دیگه بکنم، چون اینجا همه متنش کلا عوض شد دیگه. این همین نشانگر اینه که راحت ایزی وارد ماینکرافت شده. حالا بازم صبر میکنیم شکی تو کار نباشه. خب حالا باز میکنیم، میریم تو و همین. خب دوستان، این بود از این آموزش. تا یه روز دیگه و یه قسمت دیگه و یه معرفی دیگه میبینمتون. خدا نگهدار.